میخوای مثل یه نوجوان آلمانی حرف بزنی؟ پس اصطلاحات ترندشون رو از دست نده. آورا به معنی حاله یا جذبه خاص. برای مثال Sie hat so eine positive Aura. Sie hat so eine positive Aura. به معنی او یه حاله خیلی مثبتی داره. یا Deine Aura ist heute stark. Deine Aura ist heute stark. به معنی امروز خیلی جذبه داری. Cringe به معنی خجالت آور یا ضایع. برای مثال Das war total cringe. Das war total cringe. به معنی اون واقعاً ضایع بود. یا This in TikTok is so cringe. Dieses TikTok ist so cringe. به معنی این تیک تاک خیلی خجالت آوره. Lost به معنی گیج یا بیخبر. برای مثال Ich bin lost in Mathe. Ich bin lost in Mathe. به معنی من توی ریاضی گیجم. یا Er ist immer so lost im Unterricht. Er ist immer so lost im Unterricht. به معنی اون همیشه توی کلاس گیجه. Ehrenmann, Ehrenfrau به معنی آدم با معرفت، با شرافت. مثلا Danke, du bist ein Ehrenmann. Danke, du bist ein Ehrenmann. به معنی مرسی، واقعاً با معرفتی. Ja, sie hat mir geholfen. Echte Ehrenfrau. Sie hat mir geholfen. Echte Ehrenfrau. به معنی اون کمکم کرد. یه خانوم حسابیه واقعاً. Das crazy به معنی باشه یا آها زمانی که نمیخواهی یا نمیتوانی جواب بدهی. برای مثال Er hat ihr einfach vor dem ganzen Kurs einen Antrag gemacht. Das crazy. Er hat ihr einfach vor dem ganzen Kurs einen Antrag gemacht. Das crazy. به معنی اون جلوی همه ازش خواستگاری کرد. Aha. Ja, sie hat das ganze Projekt alleine gemacht. Das crazy. Sie hat das ganze Projekt alleine gemacht. Das crazy. به معنی اون پروژه رو تنها انجام داد. باشه؟ Checkst du؟ به معنی فهمیدی؟ یا میفهمی چی میگم؟ برای مثال Ich erklär's dir jetzt zum letzten Mal. Checkst du? Ich erklär's dir jetzt zum letzten Mal. Checkst du? به معنی الان آخرین بار دارم توضیح میدم. فهمیدی؟ یا Das ist einfach. Checkst du? Das ist einfach. Checkst du? به معنی این آسونه. میفهمی؟ گونن یه اصطلاح برای اشاره به رفتارهای افراطی و اعتیادآوره. مثلا Er hat die ganze Nacht durchgegund. Er hat die ganze Nacht durchgegund. به معنی اون کل شب رو به این کار مشغول بود. Ja, sie hat sich beim Zocken total geohnt. Sie hat sich beim Zocken total geohnt. به معنی اون تو بازی کردن کاملا غرق شده بود. تلهان یه اصطلاح برای اشاره به یه گروه خاص از جوانان با سبک زندگی خاصه. برای مثال Er ist ein richtiger Talahon. Er ist ein richtiger Talahon. به معنی اون یه تلهون واقعی هست. یا Sie kleidet sich wie ein Talahon. Sie kleidet sich wie ein Talahon. به معنی اون مثل یه تلهون لباس می پوشه. یور به معنی سلام یا چه خبر. برای مثال یور was geht؟ یور was geht به معنی سلام چه خبر. یا یور lange nicht gesehen. یور lange nicht gesehen به معنی سلام مدت هاست ندیدمت. کرلین یه اصطلاح برای اشاره به یک دوست یا فرد خاصیه. برای مثال Sie ist meine Kerlin. Sie ist meine Kerlin به معنی اون دوست صمیمی منه.
یا Er ist ein cooler Kerl. Er ist ein cooler Kerl. به معنی اون یه پسر باحاله. ریز ریز به معنی توانایی جذب دیگران با جذابیت یا رفتار. برای مثال Er hat richtig ریز. Er hat richtig ریز به معنی اون واقعا جذابه. یا Sie hat viel ریز. Sie hat viel ریز به معنی اون خیلی جذابه. Side eye. Side eye به معنی نگاه مشکوک یا معنادار. برای مثال Sie gab ihm einen Side eye. Sie gab ihm einen Side eye به معنی اون بهش یه نگاه مشکوک انداخت. یا Er bekam einen Side eye von ihr. Er bekam einen Side eye von ihr به معنی اون از طرف اون یه نگاه معنادار گرفت. اگه یه اصطلاح باحال‌تر از اینا میدونی که من نگفتم حتما بنویس تو کامنت. شاید تو ویدیوی بعدی اصطلاح تو رو معرفی کنم.